این برادری ما هم مقصد دستی به زمین زدن، دستی به باغکاری زدن. مقصد از حافظی توی گردی یگان خلاصه برآوردن که اینقدر زنها و مردها را یک جایه میکنیم، اررش میکنیم. همین شو کسایی که در همین اطرافای ما زندگی داشت، همین آوازی که تا ساعتهای 10 شب بود، اکو خیلی گویم جای تأسف است برادر عزیز. همون خانه شما هست آخر، همون خانه یکی از شما هست. همون شما میتوانید که خیلی پسترک میلش خواهشتان هست، میلتان هست، خواهش دخترت است، خواهش بچت است، همون را پستر همون دایره خانه دکنیم بس است آخر. اون کدام انسانی بود که باور کنین اون آدم هوشیار نبود، خود همون سراینده هوشیار نبود. اون سخنهایی که او میگفت، ما امشب برادرها همراه ما بودن خانه ده، مهمانها در خانه بودن. ای به دادر عزیز، او در همون جا چی خوانده است؟ خطوبه. ای به بنام خدا، ای با همون چیزی ایندیست که اکو خطوبه آخی چی بلا است آخه. ای بسه بنام خدا. همین ها را گوش کردن در همین زمان ما با همین عقل و فراست به خدای خنداور نیست. این ما را باید در تشویش بیارد، ما را در غم بیارد که آخه چی است این خطوبهش، چی معنی دارد؟ همون پرسینش کو از همون چی فایده میگیریم ما؟ چی فایده است؟ اینا گوش کردی چی منفعت بردی؟ همین شب هم میوه صدا داد، یک دانه گل دو دانه، اناری دانه دانه. اینا شعر، اینا پند. دوامش دا گفت اکو مایرم من نمیدونم کی باشه، نام مایرم گرفت. او هم عروسی خانه بود یا اون مایرم یگان رقاصش بود. ای مایرم بوسه زنم لب دهانی تره. به نام خدا عیب، شرم، گناه، غضب خدا. این چی میدید؟ همین روز کیناها برای ما و شما چی دادیستن؟ همین کیناهای کشتار. او روز یک برادر سوار کردیم از دنگره تا کلاب آمد. بچه های جوان اینا در واسه شده است. بچه های جوان کودک ها را کشتن، یک دیگرش کشتن. تأثیرش وقتی من پرسیدم برای چی کردن، گفت این همین کیناها را دیدن، طرز کشتن و زدن، همین را استفاده بردن. یا در دنگره یک بچه صنف دو را یک آدمی کلان کشته است. همه این آفت ها است، از دیدن، از همین شنیدن است. آخی تو رفتی در همون معرکت را دعوت کردن، حرمتت کردن، آخر یک چیزی نمیخوانی که مردم استفاده برد، یک چیزی نمیگویی که مردم از او بهبودی در روبرو شود. بسیار علم آور بود. برای همین دادر عزیز بسیار کاری خوب کردی. خدا خیر دهد، خدا باخت آباد کند، خدا با این باخت سیر حاصل کنه و خداوند این گونه فکر و این گونه نیتی نیکی که کردی، خدا با این نیت و با این فکر تر ابدی نگه دارد. و خدای مهربان این گونه نافهمی ها و این گونه جهالت خدا از ذهن تمام بندگان دور بگردان. بنده ها را خدای با مدنیت و با فرهنگ و با معرفت بگردانی. آمین یا رب العالمین. ای خدای
خب دویم، من یک حافظ تویگرد بودم، الحال کسبم رو عوض کردم، الحال یک باغ رو خریدم، با این باغ و زمین سر و کار دارم، در حقم دعا کنید خدا نگهتان دارد. این برادر ما هم مقصد دستی به زمین زدن، دستی به باغ کاری زدن، مقصد از حافظی تویگردی یگان خلاصه برآوردن که اینقدر زنها و مردها را یک جایه میکنیم، اررش میکنیم. همین شو کسایی که در همین اطرافای ما زندگی داشت، همین آوازی که تا ساعتهای 10 شب بود، اکو خیلی گویم جای تأسف است برادر عزیز. همون خانه‌های شما